به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام دانش آموزان گرامی، همدیاران عزیز. اینک درسی 29 است از سلسله درس های روسی برای نوآموزان. در این درس ما حرفی تвердый знак را برای شما معرفی می نمایم. اصلا حرف در زبان روسی در بین حرف های الفبا وقتی می آید ما همچون حرف اون را می شناسیم، یعنی شکلا حرف است. یعنی الفبای زبان روسی یعنی حرفی تвердый знак ما گفته می توانیم. اما همچون آواز یا همچون وظیفه حرف را اجرا نمی کند. این چگونه که از نامش معلوم است، تвердый знак یعنی علامتی سکته به زبان تاجیکی علامت سکته ترجمه شده است. یعنی چون که در زبان تاجیکی یعنی کلمه های هست که مثل کلمه سعد، بعد، بنابراین سکته یعنی ایستاده و حرف دیگر را تلفظ کردن در زبان تاجیکی چنین ترجمه شده. اما در زبان روسی تвердый گفته معنای تвердый یعنی درشت، سخت، غفص را می‌دهد. معنای غفص، درشت و سخت را می‌دهد. знак گفته علامت را می‌گویند. یعنی تвердый знак علامتی درشت، علامتی سخت، علامتی غفص. خب غفص هم ترجمه کنیم می شود. این علامت در اول کلمه نمی آید، یعنی در بین می آید و در گاهی در آخر کلمه می آید. خصوصا در زبان تاجیکی در آخر شاید زیادتر باشد. خب کلمه объезд، خب این وقتی که می آید وظیفه‌اش چی است؟ وظیفه‌اش این است که حرفی که پیش از این حرف می آید، مثل حرف ب، حرفی که پیش از علامت تвердый знак می آید اون کمی غفص تلفظ کرده می شود. غفص، درشت، سخت. به همین خاطر تвердый یعنی سخت، درشت نامگذاری کردن این علامت را. خب объезд. اگر این نباشد چی؟ اگر نباشد объезд خونده می شود. بنابراین این علامت در اینجا آمده است که دو هجا را از هم جدا کند و هجای یکم غفص تلفظ کرده می شود و هجای دوم باریک و طبیعی تلفظ کرده می شود. объезд. در زبان روسی دو علامت وجود دارد که یکی دلالت به غفص یا درشت تلفظ کردن حرفی پیش از اون حرف می آمدگی می دهد و علامت دیگر میخک گفته ملایم، نرم، که اون هم در درس های آینده خواهیم گفت درباره اون. خب объезд طرز تلفظش объезд یعنی د با پرگی د تلفظ نمی شود، مثل اینکه در زبان تاجیکی یا در زبان فارسی د رو پر تلفظ میکنن، یا در زبان عربی بعد در زبان عربی و در زبان فارسی یا تاجیکی میگویند، میروند، میآیند، یعنی د رو تلفظ میکنند. اما در زبان روسی د با پرگی تلفظ نمیشود و کمش مانند به حرف ت میکنند. یعنی obъезд ت پرام نیست و دی پرام نیست، بین د و ت. obъезд معنایش معنایش دور زدن، یعنی
از یک منطقه دیدن کردن و به منطقه دیگر رفتن، یا اینکه طی کردن. خب معنایش در زیر این ویدیو هست، در آخر ویدیو به شما نشون میدیم. объезд یعنی سواره دور زده گذشتن، یعنی با ماشین یا با چیزی سواره دور زده و گذشتن، از پهلوی چیزی گذشتن و طی کردنی جای. چرا که در رسم هست در این علامت объезд نوشته شده است و سهم یا اشاره به دو طرف است. یعنی به همین راهی که شما رفته اید دیگر ممکن نیست دوام دهید، یعنی استاپ در اینجا نوشتن، یعنی توقف یا ایستادن. объезд معنیش یا به این طرف объезд کنید یا به این طرف объезد کنید. یعنی объезд کنید یعنی چی؟ یا به این طرف طی زده گذرید و به همون راه میخواستگیتون باز دوام دهید، یا به این طرف چی کنید؟ طی کنید یا دور زنید و در نهایت به همون راهی که میخواهید دوام دهید. یعنی در بین تاجیکان نیز همین کلمه وجود دارد که مثلا ما объезд کردیم آمدیم، یعنی راهی به راه مستقیم نه آمدیم و به یک راه دیگر آمدیم، یعنی چکلی در رسم است به یک راه دیگر آمدیم و در نهایت با همون راهی که در اول بودیم پیوست شدیم. یعنی همین رو در زبان روسی объезд میگویند. объезд اسم است، فعلش объехать объездить، объехать объездить، объездить объездить. объездить یعنی سواره دور زده گذشتن یا طی کردن جای. خب در همه کلمه ها چخیلی که در این کلمه گفتیم علامت سکته یا تیوردیزنک همین وظیفه رو اجرا میکند. یعنی حرفی پیش از این علامت کمی غفص تلفظ کرده میشد. объявление 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 объявление. یعنی در اینجا ادارینیه یا علامت زده بگیم در حرف ی هست، یعنی объявление объявление. اما در اینجا حرف ب کمی غفص تلفظ میشه. объявление 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 объявление. اگر این نباشد چی؟ اگر این نباشد پس объявление объявление объявление. اما این که هست объявление объявление объявление. объявление یعنی ترجمهش اعلان. съемка 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 съемка. اگر این نباشد چی؟ съемка съемка یعنی ملایم، باریک، نازک تلفظ می شود. اگر نباشد، وقتی که هست پس کمی غفص یا درشت یا سخت تلفظ می شود. съемка 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 یعنی به نوار گرفتن، صورتگیری کردن یا نقشه برداری کردن، نسخه برداری کردن، به همین معنی. اما съемка عادتا به معنای نوار برداری کردن، یعنی یک فیلم رو نوار برداری کردن یا صورتگیری کردن. خب در اینجا به پایان این درس میرسیم و در زیر این رسم ها خب در اینجا طرزی تلفظ و معنی این کلمه ها به زبان تاجیکی نوشته شدن. میتونید از اینجا هم نگاه کنید. خب این بود درسی 29. تا درس های نوبتی. خدا حافظ.